سلام به دوستان عزیز، در واقع سلام مجدد. من مسعود آجوند هستم. یه بار دیگه این افتخار رو پیدا کردم که در خدمتتون باشم. بعد از بحثمون در مورد PDMS پیشرفته، این بار صحبت می‌کنیم در مورد PFD و PNID. در واقع در مورد دو تا از مهمترین دراوینگ هایی که تو صنایع به ویژه صنعت نفت و گاز کاربرد داره. ببینید دوستان، من عرض کردم دراوینگ، اصلا کلا دراوینگ چیه؟ دوستان، دراوینگ طبق تعریف یک بیان صحیح، ساده و کامل هست در مورد اطلاعات که یک سری اطلاعات خاص رو به این شکل به شما میرسونه. با این حساب اولین دراوینگی که شما به عنوان یک کارشناس صنعت نفت و گاز باش سر و کار دارین شماتیک دیاگرام هست. دوستان، مثالی که حالا این مباحث مقدماتی ما حول اون میچرخه مربوط به سالونت ریکاوری پلنت است. همونطوری که شما اینجا میبینید شماتیک دیاگرام این سالونت ریکاوری پلنت رو ما اینجا داریم. از سمت حالا قسمت بالا سمت راست فید این سالونت ریکاوری پلنت که درتی وت سالونت هست واردش میشه. از قسمت سمت راست هم درین و در واقع حالا اون محصول این پلنت خارج میشه. دوستان، در واقع شماتیک دیاگرام به طور حالا کلی اون فرایندی رو که توی پلنت شما انجام میشه و منجر به تولید محصول میشه رو برای شما تشریح میکنه. شماتیک دیاگرام که در واقع پایه تهیه PFD، PNID و سایر داکیومنت های ماست توسط تیم پروسس تهیه میشه. بعد از شماتیک دیاگرام و با استفاده از اون تیم پروسس PFD رو طراحی میکنه. PFD دوستان مخفف پروسس فلو دیاگرام هست. همونطور که شما میبینید PFD اون سالونت ریکاوری پلنت الان در واقع برای شما نشون داده شده. دوستان، در مورد PFD ما مفصل صحبت خواهیم کرد. تو PFD ما نحوه نشون دادن والو ها و سایر اکویپمنت ها رو بررسی میکنیم و در واقع صحبت میکنیم در مورد اینکه کدوم یکی از اکویپمنت های ما توی PFD حتما باید ظاهر بشه و نیازی به وجود کدوم یکیش نیست. همینطور در مورد فیتینگ ها. بعد میپردازیم به بحث در مورد اینسترومنت ها، اینکه کدوم یکی از اینسترومنت های ما و با چه شرایطی و با چه سیمبل هایی توی PFD ها باید در واقع ظاهر بشه و حالا کدوم PFD هم وجودشون ضروری نیست. بعد از اون میپردازیم به اطلاعات مربوط به اکویپمنت هایی که شما توی PFD میارید. دوستان، این اطلاعات حالا یه قسمتیشون هست که واقعا ضروریه که توی PFD های شما قید بشه. مثلا حالا در مورد یه سری تجهیزاتی که پارالل با هم عمل میکنن، این لازمه که شما مشخص کنید که حالا کدوم یکی از این تجهیزات استندبای هست توی زمان خاص، کدوم یکی توی زمان خاص اکتیو است و الی آخر. ما حالا تو این بخش از بحث بررسی میکنیم که کدوم یکی از این اطلاعات ضروریه که توی PFD شما بیاد و کدوم یکی ضروری نیست. بعد از اون میپردازیم به اطلاعات پروسسی این اکویپمنت ها، اینکه چه اطلاعاتی در مورد اکویپمنت های شما باید توی PFD وجود داشته باشه و چه اطلاعاتی وجودش حالا الزامی نیست. بعد از اون میپردازیم به نحوه مشخص کردن این اکویپمنت ها تو PFD. در واقع اون ابریویشن ها یا اون سیمبل هایی رو که برای حالا نشون دادن اکویپمنت ها تو PFD مورد استفاده هستن رو با هم بررسی میکنیم. البته دوستان ببینید این سیمبل ها خب حالا پروژه با پروژه که چه عرض کنم، مثلا کلا تو کشورهای مختلف هم با هم متفاوته، ولی حالا ما اون در واقع انواع کلیش رو حالا با یه سری مثال ها که حالا تعداد مثال هامون هم مثال های زیادی خواهد بود تو PNID های واقعی با هم بررسی میکنیم. بعد از اون میرسیم به یکی از مهمترین مباحثمون که در واقع مشخص کردن سرویس روی خطوط فلو هست توی PFD. ببینید دوستان، PFD پایه تهیه PNID و سایر داکیومنت هاست. شما اگر توی نیمینگی که توی PFD دارید ایرادی وجود داشته باشه، این ایراد به PNID سرایت میکنه و در نهایت توی دراوینگ های پایپینگ شما هم مشاهده خواهد شد. خود من شخصا پروژه‌ای رو دیدم که به دلیل حالا ایراد توی نیمینگ تو بحث اجراش مشکلات خیلی زیادی پیش اومده. بعد از اون میپردازیم به نحوه در واقع نشون دادن سیستم‌های دفع سور یا دفع فاضلاب توی PFD. ببینید دوستان، یک بخشی از سیستم‌های دفع سور هست که وجودش توی PFD کاملا ضروریه.
ما این بحث رو با هم ادامه میدیم و مشخص میکنیم که کدوم قسمت از سیستم‌های دفع سرور هست که باید توی PFT و به چه شکلی نشون داده بشه و در نهایت میپردازیم به بحث متریالمون روی PFT. ببینید دوستان، PFT به طور خلاصه خدمت شما عرض میکنم باید به یک شکلی تهیه بشه که ما از متریال مورد استفادهمون حداکثر بازدهی رو داشته باشیم. در واقع بالانس متریالی که توی در واقع تهیه PFT باید رعایت بشه موضوع بحث پایانی ما در مورد PFT خواهد بود. بعد از این، یعنی بعد از تموم شدن صحبتامون در مورد PFT میرسیم به PNID. دوستان PNID یا Piping and Instrumentation Diagram یک در واقع دراوینگیه که تقریبا تمام سکشن ها با این PNID درگیر خواهند بود. PFT و شماتیک دیاگرام تقریبا میشه گفت خاص تیم پروسسه، ولی PNID در واقع همونقدر که برای نیروهای پروسس کاربرد داره برای نیروهای پایپینگ هم کاربرد خواهد داشت. یعنی شما به طور مدام با خوندن PNID درگیر خواهید بود، حالا در واقع چه بخوایم چه نخواهیم. من سعی کردم در واقع اینقدر در مورد PNID توضیح بدم که حالا همه شما عزیزان زمانی که حالا وارد این صنعت شدین در واقع هیچ مشکلی با PNID نداشته باشین و حالا به قول معروف بتونید گلیم خودتون رو از آب بیرون بکشین. دوستان در مورد PNID ما اولین چیزی که صحبت در موردش خواهیم کرد لیوت یا نحوه طرح‌بندی PNID و به تبع این بحث میریم سراغ بحث درافتینگش. اینکه شما یک PNID صحیح و اصولی در واقع باید از لحاظ لیوت و درافتینگش چه ویژگی‌هایی داشته باشه که خوندنش در واقع راحت باشه، یعنی حالا قابل استفاده باشه برای نیروهای اجرا. بعد از بحث درافتینگ PNID میرسیم به بحث لاین نامبرینگ. دوستان من خدمت شما عرض کردم که لاین نامبرینگ یکی از مهمترین مباحثیه که ما در واقع حالا به طور روزمره باش سر و کار داریم و حالا نه در مورد این مثال صرف این سالونت ریکاوری پلن که ما این بحث لاین نامبرینگ رو روی PNID های واقعی پروژه های نفت و گاز کشور عزیزمون به اتفاق با هم در موردش صحبت خواهیم کرد. بعد از این میپردازیم به نحوه نشون دادن کامپوننت ها روی PNID. دوستان نشون دادن کامپوننت ها روی PNID از یه سری ابریویشن های خاص تبعیت میکنن که حالا همونطوری خدمتتون عرض کردم حالا هم تو پروژه های مختلف هم تو کشورهای مختلف کاملا با هم متفاوت. در این مورد هم به اتفاق به طور مفصل صحبت خواهیم کرد، تک تک این ابریویشن ها رو بررسی میکنیم روی PNID واقعی. بعد از اون میپردازیم به بحث اینسترومنتیشن روی PNID. اینکه چه قسمتی از اینسترومنتیشن باید توی PNID بیاد و چه قسمتی وجودش در واقع حالا الزامی نیست موضوع این بخش از بحث ماست. موضوع بعدی که در موردش صحبت میکنیم بحث اینسیولیشن و تریسینگ خطوط و اکویپمنت ها است توی PNID. ببینید دوستان این بحث هم ابریویشن های خاص خودش رو داره و باید با یه سری اصول و قواعد خاص توی PNID تبیین بشه. در مورد این موضوع هم مفصل صحبت میکنیم و میرسیم به بحث کنترل استیشن ها. دوستان کنترل استیشن ها یا ایستگاه های در واقع کنترل اینا هم PNID های خاص خودشون رو دارن، رو سایر PNID ها هم نشون داده میشن. ما رو PNID های واقعی در واقع مسیر حالا خطوطی رو که به کنترل استیشن ها ختم میشن رو با هم بررسی میکنیم و حالا نحوه نشون دادن این کنترل استیشن ها و اینکه حالا با چه شرایطی باید تو PNID بیان رو با هم بررسی میکنیم. بعد از اون میپردازیم به در واقع PNID هایی که مربوط به سیستم‌های دفع سرور هستن. در مورد PNID این سیستم هم به طور کلی و مفصل صحبت خواهیم کرد و میرسیم به بحثمون در مورد ایستگاه‌های یوتیلیتی. دوستان ایستگاه‌های یوتیلیتی هم باز شرایط خاص خودشون رو دارن، PNID های خاص خودشون رو دارن. تو سایر PNID هم حالا بهشون اشاره میشه. در این مورد هم یه سری مثال‌های عملی رو با هم بررسی می‌کنیم و در نهایت میرسیم به جداول و تیبل هایی که زمینه PNID ها میشن. دوستان هر PNID یه سری جداول و تیبل داره که یه سری اطلاعات خاص رو در مورد حالا خطوطش و سایر چیزهایی که تو اون PNID میبینید تو این تیبل ها تبیین میشه. نحوه تهیه این تیبل ها، اطلاعاتی که میتونیم در واقع تو این تیبل ها بیاریم و حالا یه سری موارد دیگر رو روی PNID های در واقع واقعی بررسی میکنیم. در نهایت میپردازیم به بحثمون در مورد PNID خاص. PNID که شرایط خاصی دارن و این مقداری حالا کاندیشنشون با سایر PNID ها متفاوت خواهد. دوستان با این مقدمه بحث ما شروع میشه.
بریم سراغ اولین قسمت از بحث که مربوط به ابریویشن های مورد استفاده تو این صنعت هست.